صوفی لاابالی میدونستن، دیده به از این شکلی بود. و چون در اشعارش از نمیدونم خم و شراب و باده و ساقه اینا حرف میزنن، اینجوری بود. و توی محافلشون هم حافظ میخونن به این نگرد. یک دیگه هست که عرضم بزرگ شما این حرفایی که حافظ میزنه رو به همون ظاهر نگاه میکنن، مثلا خم و می و شراب میگن به همین چیز ظاهر جسمانی میدونن، میگن هیچ چیز معنوی پشتش نیست. و یه اینجوری یه طایفه هم میگن که اهل عشق‌بازی بود و میگساری بود و این نظرات رو نوشته بود. عرضم بزرگ شما که تکالیف شریعت ساقط شد و انجام نمیداد. حالا این حرفایی که میگم گفتنشون و میخوام بخون رد بشه. بعضی میگن که صرفا یه اثر هنری بود و عرضم بزرگ شما بود. عده‌ای هم عرضم بزرگ شما که مفاهیم توحیدی رو متوجه میشن. عده‌ای هم میگن که اشعار حافظ رو نمیشه فهم. راست میگه ما نمیفهمیم چی داره میگه. و دلیل نفهمیدنش هم میگن که تفسیرها حرفایی که میزنه اینا نمیخوره به هم. اینجا یه چیزی میگه، اونجا از صوفی تعریف میکنه، اونجا صوفی رو بد میگه، اونجا حرفاش تناقض داره، ما نمیفهمیم چی داره میگه. و عده‌ای هم میگن که حافظ یه جوری حرف زده که هر کسی او رو خون همون اندازه بفهم و درک خودش همون اندازه بفهمه. اونی که میخواد فال باز کنه به همون اندازه فال بفهمه، اون اندازه اونی که حالا فاسدی هم حرفی قبل از به اندازه خودش بفهمه. بعضی هم نظرشون این شکلی. این نظرهایی که درباره حالا حافظ میدن عرضم بزرگ شما که اما خود حافظ یکی از علما بوده، یکی از علمای بزرگ بوده. این حالا چجوری به این مقام رسیده خودش یک اشاره میکنه ولی باز نمیکنه و 3 چیز رو مطرح میکنه. یکی تنهایی، یکی فقر، یکی خلوت گوشه‌گیری. حالا این 2 چیز رو مطرح میکنه. بعد از اون بزرگ شما که میفهمید که اگر میخوای شما بفهمی چه خبره در عالم معنا، روی جانان طلبی آینه را قابل ساز، ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن و روی. میگی آینه قلبت رو صاف بکنی میبینی اونی باید ببینی، میریزه اونجا میریزه. آهن و نمیدونم روی و مثل اینا با اینا تو نمیدونی. یعنی دلت سخت بخواد باشه، اهل دل نباشه، اهل عشق نباشه، دل آهن باشه، ولی دلت نرم باشه، آینه باشه، زلال باشه، شفاف باشه، راهنمایی که میکنه اینه. بعد در یک روایتی هست در کتاب اقبال الاعمال، اونجا صفحه 67 اونجا میفرماید که حدیث از میفرماید که انکه به خدای براستی که تو از آفریدهایت در حجاب نیستی، جز آن که کارهای زشت و یا آرزوهای آنها را از تو پوشیده می‌دارد.